با مقصد اجرای بند 2 نقشه چورابینی‌های قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 1 مارس سال 2019 تحت رقم 95 درباره نقشه چورابینی‌ها اوید به عملی نمودن فضای سرمایه‌گذاری در جمهوری تاجیکستان و قرار رئیس شهر دوشنبه از 11 اپریل سال 2019 تحت رقم 212 کسر 1 در نزد سیاست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه مرکز عملی‌گردانی روزانه یگانه مانیتورینگ و کاداستر شهرسازی به کار آغاز کرد. مرکز عملی‌گردانی روزانه یگانه با دستگیری مالیوی بانک عمومی جهانی تأسیس یافت و مقصد از راه‌اندازی فعالیت آن به نظام درآوردن رسمیت مأموری و ساده‌گردانی جریان گرفتن حجت‌های اجازت‌دهی در ساحه ساختمان میباشد. مرکز عملی‌گردانی روزانه یگانه مانیتورینگ و کاداستر شهرسازی سیاست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه خدمت‌رسانی‌ها را به شخصان واقعی و حقوقی برای گرفتن اجازت اوید به آغاز کارهای ساختمانی، شرط‌های تکنیکی، سپارش به نقشه‌گیری معماری و نقشه کل انشاءات پیشنهاد می‌نماید. متخصصان سیاست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه میگویند صاحبکاران و شهروندان خواهشمند قبلا برای گرفتن حجت‌های اجازت‌دهی برای آغاز کارهای ساختمانی از 6 مقامات وقت زیادی خود را صرف می‌کردند. همکنون با فعالیت آغاز کردن روزانه یگانه آنها می‌توانند همه حجت‌های لازمی را از یک اتاق و در مهلت کوتاه دسترس نمایند. ما برای گرفتن اجازت ساختمان یک بنا تا تشکیل مرکز روزانه یگانه قریب از 13 مقامات اجازتنامه تکنیکی و خلاصه ها می گرفتیم. ببینید که برای گرفتن هر یک آن خلاصه تکنیکی یا که خلاصه آن مقامات ها چقدر وقت میگذشت، از 2 ماه تا 4-5 ماه وقت طولانی میکشید. بعد از تشکیل شدن این مرکز روزانه یگانه من دوباره کامل گفته میتوانم که شرکت های ساختمانی و صاحبکاران وقت قیمت خود را صرفه‌کارانه استفاده میکنند و در مهلت معین شده طبق قانون هایی که قبول کرده شده است این اجازتنامه ها و اجازت ساختمان را به دست میارند و کارهای ساختمانی را پیش میبرند و برای آباد و زیبا گرداندن پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه سهمگذار میشوند. یادرس میشیم که در مرکز عملی‌گردانی روزانه یگانه سیاست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه گروهی لایحه‌کشی فعالیت میکند که خدمت‌رسانی‌ها را برای لایحه‌کشی بنا و انشاءات، دیزاین و آرایش نمای بناها، خطهای مهندسی و لایحه تشکیل ساختمان به جا آورده با پیشگیری عامل‌های کرپسیونی بلند برداشتن صحت و ثمراناکی فعالیت مقامات دولتی زمینه گذاشته به هر یک شهروند خواهشمند شرایط مساعد فراهم می‌آورد که در کوتاه‌ترین مهلت حجت‌های خود را به رسمیت درآورده با فعالیت آغاز نماید. در خود روزانه یگانه 5 نفر و غیر از این گروه لایحه‌کشی که خدمت‌رسانی رو برای لایحه‌کشی بنا و انشاءات و برای دیزاین انشاءات و دیگر خدمت‌رسانی رو پیشکش می‌نمایند و فرمایشگران می‌توانند از این خدمت‌رسانی استفاده برند و در عموم 16 نفر دویمی با کار تامین کرده شدند. غیر از این 3 نفر شرطنامه‌ای کار میکنند. در عموم 19 نفر با جای کار تامین شده است. با همه فرمایشگران صاحبکارانی که در فعالیت شهرسازی معماری و ساختمان امروز آماده هستند همه حجت‌ها را توسط روزانه دسترس نمایند و آن خدمت‌رسانی‌هایی که در مهلت‌های کوتاه‌ترین به فرمایشگران پیشکش کرده می‌شود استفاده برند و ساختارهای شهری که برای دادن شرط‌های تکنیکی و دیگر حجت‌هایی که برای توسط روزانه داده می‌شوند همکاری زیچ رو برای مانند. مرکز عملی‌گردانی روزانه یگانه مانیتورینگ و کاداستر شهرسازی سیاست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه که با تکنیک و تکنولوژی معاصر پیوست میباشد منبع خدمت‌رسانی‌ها را با نظرداشت استفاده پرینسیپ روزانه یگانه در ساحه فعالیت معماری، شهرسازی و ساختمانی طریق الکترونی عملی می‌گرداند.